أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادران و دوستداران زبان عربی، الحمدلله این فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی است که برای ما و شما فرصت داد از کتاب بیدان، از کتاب گراماتیک زبان عربی 14 درس گرفتیم و امروز میخواهم درس 15 را به سمع شما برادران و دوستان برسانم. شاید این آخرین درس از این کتاب بیدان باشد و با همین کتاب بیدان به آخر میرسد و به کتاب دیگر خواهیم گذشت از کتاب‌های گراماتیک زبان عرب. چطوری که درس‌های گذشته ما و شما بیان کردیم، بالخصوص درس 14 ما و شما درباره فعل نهی، معلوم فعل نهی و مجهول فعل نهی گرفتیم و امروز درس 15 ان شاء الله درباره اسم زمان میگیریم، اسم زمان و اسم مکان. چطوری که ما و شما در درس‌های پیش بیان کرده بودیم که از مصدر 12 چیز اشتقاق می شود: فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جهد، فعل نفی، فعل امر، فعل نهی. پس این 8 تا را ما و شما گرفتیم، با تفصیل هر یک کدام چند صیغه‌ای که می آمد معلوم و مجهول هاش بیان کرده بودیم. اکنون امروز در درس امروزه امون ما و شما نهم و دهمین چیزی که از مصدر اشتقاقش میکنن اسم زمان، اسم مکان هست، اون رو خواهیم گرفت. صاحب کتاب بیدان میگوید اسم زمان و اسم مکان از ثلاثی مجرد و از باب یفعل به کسر عین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعولون به کسر عین می آید. صاحب کتاب بیدان میگوید اسم زمان، اسم مکان از ثلاثی مجرد. چطوره که ما و شما در درس‌های گذشته همچنین قید کردیم، ذکر کردیم که کتاب بیدان بود میکنیم، پس از این باب‌ها را میگیریم. هر یک باب که در زبان عربی 22 باب است، 6 بابی ثلاثی مجرد است و 12 بابی ثلاثی مزید. اونها را انشاءالله بعد از این کتاب بود کردن میگیریم. پس اینجا میگه از ثلاثی مجرد، یعنی که از همون 6 ثلاثی مجردی که هست، از همون اگر میگه از باب یفعیل باشد، به مثل یضربو، حسب یحسبو، از همین باب ها باشد، میگه به کسر عین، یعنی که یفعیلو باشد، یضربو باشد. و از مثال مطلقاً، مثال ما و شما میدونیم که یکمین حرفی ثلاثی مجرد اگر یکمش حرفی واو باشد، او را مثال میگفتیم، مثال واوی باشد، باز مثال مطلقاً بر وزن مفعولون، یعنی بر وزن مفعول می آید، به کسر عین می باشد. به مثل چی؟ به مثل مضربون، یعنی جای زدن و مکان زدن، یا منزلون، جای فرامدن و زمان فرامدن، یا موعدون، جای وعده کردگی یا که وقتی وعده کردگی. پس اینها اسمی چه هستن؟ اسم زمان و اسم مکان هستند. اگر از ثلاثی مجرد از باب یفعیل باشد، بر وزن مفعولون می آید. همچون مضربون و موعدون. مضرب یعنی جای زدن یا وقتی زدن. موعد جای وعده کردگی یا وقتی وعده کردگی، یعنی که اینها به دو معنی هستند، جا یا که وقت. این وابسته به روش کلمه است. از کلام وقتی که میخونیم پس میفهمیم که جا را در نظر دارد یا که زمان را در نظر دارد. و از غیر باب یفعیل به کسر عین، یعنی یفعیل به کسر عین. و از ناقص مطلقاً، از فعل هایی که ناقص هستند، گفتیم فعل ناقص فعل را میگن که آخرین حرفش، سوم حرفش حرف علت باشد. بر وزن مفعلون به فتح عین می آید، بر وزن مفعل می آمده است. از غیر باب یفعیل بر وزن مفعل می آمده است. همچون مقتلون و مرمیون. مقتلون یعنی که جای جنگ
یا زمان جنگ، و مرمیون جای تیرپرانی یا زمان، یعنی وقتی تیرپرانی. یعنی اینها با دو معنی از چطوری گفتیم. پس معلوم شد که اسم زمان و مکان بر وزن مفعلون هست یا که مفعلون هست. و این را اکنون شما حالا فقط در یادتون بگیرید. انشاءالله بعد از این کتاب دیگه که شروع کردیم، باب ها را که انشاءالله 22 باب را که گرفتیم، هر یک درس یک بابی را، و از اونجا همچنین اسم فاعل و اسم زمان، اسم مکان، اینها را که آوردیم، پس دیگه برای شما آشناتر یا آسانتر می شود. و حالا فقط در ذهنتون بگیرید که اسم زمان و مکان بر وزن مفعلون یا مفعلون میاد و بس. همین دو وزن دارد از ثلاثی مجرد. و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن اسم مفعول می آید. لیکن از غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد یعنی که 12 باب ثلاثی مزید یا یک باب رباعی مجرد و 3 باب رباعی مزید، یعنی که 16 بابی که باقی ماندگی است، از اون باب ها میگه بر وزن اسم مفعول می آید. همچون مکرمون و مدحرجون. مکرم هم می شود اسم مفعول یعنی اکرام کرده شده، هم می شود اسم زمان یعنی جای اکرام کردن یا وقتی اکرام کردن. اسم زمان می شود اسم مکان جای اکرام کردن. و مدحرجون باشد همچنین می شود که جر کرده شده یا غلطانیده شده. یک ترجمهش اسم مفعول اگر ترجمهش کنیم، اگر اسم زمان ترجمهش کنیم یعنی که وقتی جر کردن، یا اسم مکان بگیریم اگر جای جر کنی. پس همین طور ترجمه کرده می شود اینها، یعنی که بر وزن اسم مفعول می آید. پس اسم مفعول به سه، اسم مفعول از غیر ثلاثی مجرد به سه معنا بوده است، یا اسم مفعول است، یا اسم زمان، یا اسم مکان. اسم زمان و اسم مکان بر سه صیغه می آید. اکنون بیان میکند که اسم زمان اسم مکان همگی سه صیغه دارد. چطوری که ما در فعل ماضی 14 تا گرفتیم، در فعل مضارع 14 تا گرفتیم، اما میگه اسم زمان اسم مکان سه صیغه دارد و بس، بسیار ندارد. یکم صیغهش مضربون، یک جای زدن و یک وقتی زدن، صیغه واحد اسم زمان و اسم مکان. ببین مضربون گفت یک جای زدن و یک وقتی زدن. برای چه هم جا و هم وقت گفت؟ به خاطر اینکه مضربون هم اسم زمان است هم اسم مکان. برای هم خاطر هم جای زدن میگه هم وقتی زدن میگوید. جا برای اسم مکان، وقت برای اسم زمان. صیغه واحد اسم زمان و اسم مکان. مضربانی دو جای زدن و دو وقتی زدن. ببین دو جای زدن و دو وقتی زدن، برای این تثنیه است یعنی مثنی است. صیغه تثنیه اسم زمان و اسم مکان. مضاربو، اینا تنوین دادن جایز نیست. مضاربو همه جایهای زدن و وقتهای زدن. ببین این جمع است، یعنی همه جایهای زدن و یا همه وقتهای زدن. صیغه جمعی اسم زمان و اسم مکان. پس این بود اسم زمان و اسم مکان. اسم زمان و اسم مکان عبارت از همین سه صیغه است و بس. میگذاریم به چیز بعدیش، به مسئله بعد. مصدر میمی. این مصدر میمی مصدر است که این را ما و شما خودمون میسازیم، این قیاسی است، این را ما و شما خودمون میسازیم. اما اون مصدری که ما در اول گرفته بودیم که در آخر ترجمه فارسیش دال و نون تا و نون میشد، اون مصدر قیاسی نیست، اون سماعی است، عرب چیز شنیدگی باشیم. اما مصدر میمی را ما خودمون میسازیم. پس این چی طور است؟ ببینید میگه مصدر میمی از ثلاثی مجرد بر وزن مفعلون به فتح عین می آید. دیدید میگه که مصدر میمی از ثلاثی مجرد بر وزن مفعلون می آید به فتح عین. یعنی مفعلون هم اسم زمان و هم اسم مکان هم مصدر میمی میشده است. همچون منصرون، معذرت میخوام، اسم زمان اسم زمان و اسم مکان می شود. مفعلون هم اسم زمان و هم اسم مکان می شود و هم مصدر میمی می شود، به فتح عین. همچون منصرون. پس منصرون را میتونید بگید که نصرت دادن، مصدر میمی. ترجمه در آخر ترجمهش دال و نون بکنید، نصرت دادن. یا میشود بگید که منصرون از نصر ینصرو است، همچنین اسم زمان و مکانش بر وزن مفعلون می شود. منصرون اسم زمان و مکان هم می شود. و معلمون، همچنین معلمون می شود که بگوید یعنی که علم دادن یا علم گرفتن. و می شود که بگوید که معلمون هم
اسم زمان و مکان است، یعنی که جای علم دادن یا مکانی یا زمان علم دادن. زمان علم جا و مکان می شود. و مضربون، ما مضربون، انا اکنون این مضربون فقط اسم چی است؟ این مصدر میمی است و بس. این اسم زمان و مکان شده نمیتواند، زیرا که ضرب یضربو اسم زمان و مکان بر وزن مفعولون می شود. مضربون باشد اگر اسم زمان و مکان می شود، لیکن مضربون اسم زمان و مکان شده نمیتواند، این فقط مصدر میمی است و بس. و از غیر ثلاثی مجرد، انا اکنون این از بابی ثلاثی مجرد باشد بر وزن مفعلون میگرفتیم و خلاص. لیکن از غیر ثلاثی مجرد باشد چی؟ از غیر 6 بابی ثلاثی مجرد باشد، یعنی که از بابای ثلاثی مزید یا رباعی مجرد، رباعی مزید از 16 بابی باقی مونده باشد، چیکارش میکنیم؟ و میگه و مشترک می آید. از غیر ثلاثی مجرد مشترک می آید با اسم مفعولش، همچون مکرمون و مدحرجون و متدحرجون. اکنون معلوم شد که این مکرمون و مدحرجون و متدحرجون با 4 معنا می اومده است. یک معناش اسم مفعول، مکرم، مدحرج، متدحرج اسم مفعولش هم گفته می شود. دوم معناش اسم زمان می شود، مکرمون، مدحرجون، متدحرجون اسم زمانش بگیم. و سوم مکرم اسم مکان می شود، مکرمون، مدحرجون، متدحرج همچون اسم مکان می شود. و همچنین چهارم معنیش که مکرمون، مدحرجون، متدحرجون مصدر میمی می شود. پس انا همین مکرم رو دیدید از همین 4 معنا خالی نیست، یا اسم مفعول است، یا اسم زمان است، یا اسم مکان است، یا اسم یا مصدر میمی است. پس 4 معنا با یک چی اومده است؟ با یک صیغه اومده است، یعنی که با یک شکل اومده است. پس اینها رو ما از کجا فرق میکنیم؟ از کلمه ها، از کلمه هایی که از روش گپ، از کلمه فرق کردن نمیشه، از روش گپ. یعنی گپ نگاه میکنیم که درباره چی است. اگر که با معنای اسم زمان باشد پس میگیم اسم زمان است، با معنای مکان باشد میگیم مکان است، با معنای مصدر باشد میگیم مصدر میمی است. اگر با معنای اسم مفعول باشد پس میگیم اسم مفعول است. از روش گپ فهمیده میشود این مصدر میمی از غیر ثلاثی مجرد. پس این بود درس امروزه ما و شما. این درس رو در اینجا با پایان میرسونیم. فکر کردم که امروز با این 15 درس بدون خلاص میشود، اما متاسفانه باز یک درس دیگر میکنیم، زیرا اینکه وقتی درس مون طولانی نمیکنیم، 10 تا 15 دقیقه درس ها کوتاه‌تر و خوبتر و آسان‌تر هست. پس درس امروزه ما و شما اسم زمان و اسم مکان است و مصدر میمی است. این را خوب در یادتون بگیرید که اسم زمان اسم مکان بر وزن مفعلون و مفعلون میآید، دو وزن قطعی، و از کدام بابها چی طور میآید ان شاء الله این را باز در کتاب بعدی با تفصیل میگیریم. و مصدر میمی بر وزن مفعلون میآید که چطوری که بیانش کردیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده که شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.